بعد از کلی کتک زدن خودم و خسته و بیحال افتادم روی مبل. در باز شد و پلیس اومد داخل، اما من شوکه شدم و فقط چشمو دوختم به پلیس. من یک بار دیگه اینو دیده بودم، با همین قیافه و همین لباسایی توی خوابم. با یادآوری خوابم بغض کردم. اون خواب واقعیت داشت و تا نصفه توی واقعیت اتفاق افتاد. اگه من مثل خوابم رضا رو گم می‌کردم چی؟ قطعاً می‌مردم. هیچی از حرفاشون نفهمیدم. پلیس یک سری چیز نوشت و وسایل شکسته رو به عنوان گزارش نوشت و رفت. اون که رفت مثل دیوانه ها شروع کردم به جیغ کشیدن. حالا که قرار بود اونا منو بی‌آبرو کنن، منم اونا رو بی‌آبرو می‌کردم جلوی در همسایه. داییم حمله کرد بهم، تا میخورد کتکم زد و منو سوار ماشینش کردن و بردن کلانتری تا اونجا نگهم دارن تا بلایی سر خودم نیارم. اما گفتن که بازداشتگاه برای خانوم‌ها ندارن. ساعت 3 شب بود. اومدیم خونه و به مامانم گفتم میرم حموم، بعدش منو ببرین حرم. گفت میخوای توبه کنی؟ گفتم نه، شما بدقولی کردین، من عشقمو میخوام. رفتم حموم و زیر دوش زار زدم. وقتی اومدم بیرون مامانم گفت نمیبرمت حرم. واقعا دلم شکست. صبح با صدای حرف زدن مامانم بیدار شدم. با پدر رضا تلفنی حرف میزد تا بیان خواستگاری. اما پدر رضا میگفت با بی‌احترامی دیشب شما ما نمیایم، اگر هم بیایم مهریه فقط باید 5 سکه بشه. قلبم فشرده شده بود، اما بازم راضی بودم. من فقط الان عشقمو میخواستم. جو خونه آروم شده بود، مثل آرامش بعد از طوفان. تمام خرد شیشه ها رو جمع کردم و خونه رو تمیز کردم. ظهر بود که زنگمون رو زدن. داییم بود، اومد توی خونه و بهم گفت چرا میخوای خودتو بدبخت کنی؟ منم گفتم دوست دارم، زندگی خودم. مادرم که قرارهاشو با پدر رضا گذاشته بود دوباره تغییر جهت داد و گفت من نمیخوام و نمیذارم.